فاضل نوبکار، تنها یک جای رفتن داشتی و اکنون از آن هم محروم شدی. آفرین. نیلگون؟ چه حال داری؟ ها؟ نیلگون؟ لبای. چه حال داری گفتم؟ نمیدونم که احوالم چگونه است. زنگ زدم جواب ندادی، بعد زنگ هم نزدی. چون که لازم نبود. نیلگون؟ تو حالا از کجا میویی کمال؟ از کجا آمدنم را میدونی؟ از بیمارخانه. بله. از نزدیکی. از نزد سابق زند. میدونی که از سرش چی گذشت؟ میدونم. اما تو شب با من چی حادثه رخ داد میدونی؟ میدونی برای اون که در آنجا بودی. وقتی که مادرت و زن سابقت به من هرچی گفتن تو هم در آنجا بودی. نیلگون، تو میدانی که آنها چگونه انسانند؟ نه نمیدونم. برای اون که با گذشتن هر روز مرا حیران میکنند و با گذشتن هر روز باز هم افلاس‌تر میشوند. اکنون یگان چیز را نمیدونم. حتی چیزهای دانسته‌ام را نیز فراموش کردم. آخر چرا همیشه من انتظار میشوم؟ چرا؟ در عدم سالها من انتظار شدم. سالها اعتراض نکردم، اسیان نکردم. چنان انتظار شدم که این رو از خودم هم پنهان کردم. بعد به استانبول آمده عائله دار شدیم. ما عائله دار شدیم. بعداً حبس شدی. باز من انتظار شدم. برآمدی. فکر کردم که همش به آخر رسید. نیم بعد انتظاری نیست، همراه میشویم گفتم. اما من تا حال انتظارم. چرا دائم من انتظارم؟ باید چی میکردم؟ او را در چنین احوال ترک میکردم؟ او را در آن احوال ترک نکردی کمال. خواطر نشو، سوزن خوب است. چنان خوب است که آتش غضبش را به من پاش میدهد. از کسی که احتیاج دارد هیچگاه روی نگردانیدم. به سوزن نیز روی نمیگردانم. از فرزندانم هم روی نمیگردانم و از تو نیز روی نخواهم گردانید. این را میدانی. صحت که شد من هم برمیگردم. فهمم. اما من نمیدونم تو چه اندازه تو رو انتظار میشوم. الو
алё эҷе, вақт дорӣ? бале, дорам. ман бисёр дилгирам. чӣ? медонӣ, ман каме дилтанг шудам. агар вақт дошта бошӣ, метавонем вохӯрем. ман одатан дар чунин вақтҳо ба ибо занг мезадам, аммо ӯ кор доштааст. барои ҳамин фаҳмидам. майлаш, дар куҷо вохӯрем? дар даруни қандил қаҳвахона ҳаст. ба он ҷо омада метавонӣ? фаҳмо, баъди 1 соат мерасам. хуб, майлаш, хайр. مایلش میکنم جناب، ولی جوابگری این کار بسیار وزنین است. خواطر نشو. خطر ندارد. اگر یگان چیز شود جوابگریش به گردن من است. زود با آخرشان کفایه است. کمی پس می آیند. این خیل باشد مایلش. زودتر باش، حاضر می آیند. زودتر باش، زود. اگر آماده باشی رویم. آمادم. تو خوب هستی؟ من خوبم. تو چه حال داری؟ من خوبم، اما تو رو فکر نکردن نمیتوانم. خوب میشوم. تو رو به خانه بردمانم خوبتر میشوم. رفتیم. کمال، یک مدت در برم میستی. برای چی؟ میترسم. برای چی میترسی؟ اگر خاموش هستی کمک کردن نمیتوانم. برای چی میترسی؟ همش رو نقل میکنم. اول از بیمار خانه رویم، لیکن من نمیخوام که با اون خانه روم. پس از این خانم سوزن با دیگر کار هم دست زدن میتواند. جدیت این کار رو میفهمید؟ یعنی در روزهای نزدیک با روانشناس به تماس برآید. میتواند کاری کند که به اطرافیانش تاثیر رساند. این حالت به فراموش خاطری آورده میرساند. برای چی؟ در آن خانه به تو کسی ضرر نمیرساند. برای چی میترسی؟ رفتیم. فهمو، رفتیم. تشکر. یزنم مرا پرسید. چرا تو رو میپرسیده است؟ من پس از رفتن شما به نزد یزنم نرفتم. به نزد آن سوزن تماما نرفتم. شاید چرا نآمد گفته پرسان شده باشد. یزنت وقت ندارد که تو رو پرسد. درست. من با کی در کارم. از این سبب نگفتم. از این هم کارهای مهمتر دارد. برای تو رو فکر کردن وقت ندارد. نیلگون، تو دیگرگون شده ای؟ دیگرگون شوم چی می شود؟ دیگرگون شدن من تنها به خودم ضرر می آورد.